سلام بچه ها، به دونیورس خوش اومدید. خیلی متفاوت اومدم، یه مدتی نبودم ولی دست پر اومدم. قراره که یه پیکنیک خیلی با نمک با هم دیگه بریم. اصلا یک ثانیه‌اش هم از دست نده اگه از من میشنوی. با این عروسک آبی که اتفاقا باهاش ست کردم قراره که یه پیکنیک خیلی باحال بریم. این پشت کلی سورپرایز داریم. اگه الان بخواید پشتش رو ببینید خیلی بی‌مزه میشه دیگه. حالا جلوتر که از جذابیت سفرمون کم نشه. قراره که یه سفر 2 روزه با هم دیگه داشته باشیم بدون اینی که جایی رو رزرو کرده باشیم. البته که شمال بخاطر بشیم بریم. حالا همه با هم دیگه میخوام برم دریا کنار. دریا کنار هنوز قشنگه. خب بچه ها اومدیم. اولین ایستگاه برای صبحونه. صبحونه‌مون رسیده. آقا یه بحث جالب داریم. این آوردن واسمون. مگه سوسیس تخم مرغ اونجوری نبود که حلقه حلقه می‌کردن و تخم مرغ روش می‌زدن؟ اون بود این آوردن یا این بود ما اونو می‌خوردیم؟ کدومش؟ حالا بخوریم ببینیم چه مزه‌ای املتش. اول قیافش که حالا بد نیست. ببینیم چطوریه. عالیه. جاتون خالی. صبحونمون رو بخوریم ادامه مسیر. آقا بچه ها بعد از 3 روز تلاش برامون نون آوردن. آقا بگو مرد مومن 3 تا دونه تو هر کدومش بچه ها یه دونه لواشه و ما خب 2 قرص غذا سفارش دادیم. حالا بماند که تخم مرغ تا حالا لیمویی خورده بودید شما؟ تموم شد. خیلی تاثیر گذار. من خیلی وقت نهاده اسخای من دیگه. حالا اینقدرش مونده دیگه. سفارشمون رو بگیره. قیافش داره بود. تو الان وقت صبحونه است. قشنگ همین مدل اومده بود سفارش بگیره ها. برگشت اینطوری میکنم میگیم خب مثلا املت، چیز سوسیس تخم مرغ، چیز دیگه نمیخواین. قشنگ میخواست بکوبه تو صورتمون منوی غذا رو. اعصاب ندارن دیگه. حالا زمانی که داریم 180 تومن 140 تومن پول مثلا یه املت میدی، داری پول یه شونه تخم مرغ رو میدی، حداقل دورچینه بهتری میتونستن بچینن. من رستوران اینا حالا تا اونجایی که رفتم میتونم بگم که اینجا ضعیف بودن ولی محبت خیلی خوشگلی داشتن. اما خب اسمش رو نمیگم دیگه. از رستوران کنار جاده است اینجا. نامه اعمالمون رو گرفتیم. بیاد بریم.